از حیات جان زیاد کم است از بین برم. انشالله که زینب کل حقایق بفهمه بخیر. بله، هر دقیقه امکان داره که بیایی. با یک جای شدن ما بسیار کم مانده. بله، درست است. تاکسی آمده. خوبش. دو صورت میرم که در پیش دروازه ببینمش. سفداینگه خیرت است. ده اینجا کسی تکسی خواسته بود. استاد علی دویگو؟ استاد علی من نفهمیدم چه قسم به پیلوت بگویم، اما مجبور هستم باید گپ بگویم. سعیس یک دقیقه آرام باش. چی گپ شده بگو؟ اویگار زنده بود و دیروز کتودت یک جای دیدمش. یک دقیقه ایشو تو امکان داره؟ مطمئن هستی؟ مطمئن هستم استاد علی، با چشمای خود دیدم. اویگار تو به خاطر چی آمده بودی؟ هیچ، به تشویشت شده بودم. مطمئن هستی؟ هیچ خوب معلوم نمیشی؟ نه مطمئن هستم. سفدا
چی گپ است؟ تاکسی خالی است. کس از اینجا تاکسی خواستم. علی در اینجاست. در هر طرف دید شوید. علی هروغلو اینجاست. اویگار تو حال داخل برو. نباید ای کار میکردی سیفدا. نباید ای کار میکردی. چی شده؟ فکر کنم از اینکه مرا دیدی خوش نشدی ها؟ چی شده؟ نیک سیفدا تو رام دعوت کرده. علی هروغلو تو بیشرف واقع با مغز پوشت فکر کردی با تهدیدات میتونی سیفدا را پیش خود بیاری؟ چهره او را دیگه هیچ وقت دیده نمیتونی. زیاد مطمئن نباش. خوش آمدین. یادم چی شد؟ کاش که هیچ روانش نمیکردیم پیلوت. سیفدا استاد علی خواست که در اینجا باشیم به خاطر که اینجا را کس ندیده. ده هم نستیم. خب سعیست که شما در اینجا هستین. من در اینجا چی میکنم؟ به خاطر که ما را تنها نمونی. بودن ما در کنار شما یک بهانه بود که بیادرم جور کرد. از نقطه ضعفم استفاده کرد در مقابل شما. تو خودت نگفتی پیلوت که اویگار هیچ دستور برابر نیست؟ گفتم، اما او آدم تنها روان کردم. یعنی چی کده باشه؟ چی شده علی؟ چی گفته بودی؟ آخر راست ها؟ والا تو هم راست گفته بودی، اما آخر راه با تو از علی هروغلو. فکر میکنی حدس نزده بودم که سیفدا کلی چیزا به تو نگفته ها؟ این دعوت از یک طرف با تو دعوت بود، اما از یک طرف دیگه برای تو علی هروغلو دعوت مرگت است. اویگار علاکو علی هروغلو. هیچ وقت. چه احتیاط نگو علی. پیش از اینکه تو ماشه را فشار بیتی و مرا بکشی یک مرمی در مغزت میخوره و خودت میموری. ما گفتن یا ما گفتم اویگار از اینجا یک جای میریم. همیشه باید همه قسم شوه. عجیب است، یعنی پیش از اینکه انسان بمره در مغزش خون نمیرسه به خاطر که چتیات میگه. سابق ما یک دفعه مرده بودم، بسیار خوب میفهمم. خادیدی اویگار از اینجا یک جای میریم. او چه قسم خواهد شد؟ از بین اقلر آدم سلادار مرا گرفته و چه قسم از بین میبری علی؟ ها؟ این دفعه تو ده حساب و کتابت اشتباه کردی، چون مکت آقا کرد یک جا اینجا مدام. هیچ چیزی خلاص نشده آقا کرد. فایل کنین. چهار طرفت محاصره شده، فایل نکنین. کسی که فایل کنه یا میموره یا هم در زندان پوسیده خود شد. سلایتان بندازین. نه، نندازین. نه، نندازین. تا همین
اینجا بود اگر تا هم قبول کده که علی او را تسلیم مکن. چرا؟ به خاطر که دوباره از زندان آزاد شوه؟ ما برات وعده میتم علی، مطمئن باشی بار آزاد نمیشه. تو خو نکشی من میکشم. دختر از خانه کی گرفتی لاودا؟ در خانه یکی از ملای منطقه بود. مام از اونجا گرفته و آوردمش. در هر سوراخی که پد شوی بازم تو را پیدا میکنه. از او فرار کده نمیتونی. نمیمانم. سیفداره پیش هیچ کس نمیمانم. اگر یک دفعه دیگه اشتباه کنی تو را از پایهای تویزان میکنم، اما این دفعه بیجان. به خاطر که تو را نمیشناسه کار جاهلانه کده. این دفعه با بخشش فهمیده میشه تا وقتی که زیر خاک نشه آدم نمیشه. اگه 1000 دفعه بمارم بازم سیفدار پیش او احمق نمیمانم. اگه سیفدار نباشه مام هیچ هستم. چهره او را حتی دیگه دیده نخواد تانستی. عشق در این دنیا خطرناکترین سلاح است. تو هم اینجا بود دیگه خلاص شد. علی چی شده؟ مرد. اویگار دیگه تا ابد از زندگی ما برآمد.
نظر به ای که اویگار پس دیگه به همیشه مرده، پس میتونیم زودتر عروسی ماره کنیم. یعنی دیگه هیچ مانعی نیست. هموته نیست علی؟ علی؟ وقت داخل خانم می شدم پدر جانم گفته مرا ده بغل گرفته و ماچ میکرد. بدون از او خانه چقدر خالی مرم میشه. حالا چی میکنی؟ به خاطر که بچه مده زندگیم نگاه کنم یک راه پیدا میکنم. او را دوباره پس خانه میارم. خوب است اما عزلم به نظر خودت قبول خواهد کرد؟ اگه با چشمایم نمیدیدم باور نمیکردم که مرده. بله مرد، اما پیش از مردن موفق شد اوضاع را قضاوت کنه جان. خوب است که درباره زینب نمیفهمید، اگه نه او رام داخل میساخت، بعدش هم مرا نابود میکرد. اما دیگه همه چیز خلاص شد. سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال تاجیک لایف. دوستانی عزیز، فیلمی عشق و نفرت را از این پس با زبانی فارسی تنها از گروه одноклассники تاجیک لایف که سیلکاش را در پایان ویدیو میگذاریم در آمده از دوام ترجمه کرده استودیوی نورانگیز قسمهای نوش را تماشا کنید. دوستان عزیز، برای دستگیری ما به کانال ابونه شوید و در همین ویدیو لایک گذارید. با ما بودن را فراموش نسازید. به کانال تاجیک لایف ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. خدا خانه ده پیش ما خدا ده امن احساس میکردی بچیم، اما تو گفته بودی نمیترسیدی. میترسم دیگه پدر، تو هم همراه ما بیا. چی میشه لطفا؟ اما نمیشه بچه یک دانیم، من نمیتونم. چرا؟ تو نمیخوای که همراه ما باشی پدر؟ این دیگه چه قسم گپ است؟ این تو یک چیز امکان داره؟ چطور نمیخوایی؟ تو جانم هستی. اگه میخواستی میامدیم مادر پدر اولاد با هم نمیباشن، اما تو به خاطر که همراه سفتا خاله باشی پیش ما نمیایی. بیاز همیشه ما رو الا کده میری، پیش او میری پدر. علی جان، پدر اولادش دوست داره. پدر مادر همیشه یک جای میباشن، اما تو ما رو دوست نداری. سفتا خاله رو دوست داری. آفرین عزلم، آفرین به تو. واقعا بسیار خوب تانستی گوشهای بچه ما پر کنی عزلم. به خواستت رسیدی؟ یعنی بالاخره موفق شدی؟ گوشهای او را منی تو پر کردی علی. تو فکر میکنی علی جان طفل از چیز را نمیفهمنی؟ اما او کل چیزا میفهمه. چی بخوایی چی نخوایی مجبور استی یکی ما را انتخاب کنی، یا ما را یا سیف داره. چون قسمه که میبینی کل ما را یک جای در زندگیت نگاه کده نمیتونی.
ایره بگی؟ از یکی کار قدر باسانی حل کنی هیچ فکرم کار نمیکرد زینبم. امشب کار خلاص میشه سینان. امشب همه چیزایی که در اون صحیفه است کلش میگیرم. عزلم همیشه علیه ما گوشای بچی ما پر میکنه. سعیز اما حال چی میکنی علی؟ باید یک راه پیدا کنم که خدا با بچیم ثابت بسازم. اما حتی یک ذرم به فکرم نمیرسه که چی قسم ای کار کنم سیفده. آه خدا داد. حداقل تو چشمای تواز کو. باید خوب شدنت ببینم. بعد از این ما سه بیادر راستیم و درباره این سه بیادرها همگی باید بفهمن کسی در مقابل ما استادگی نمیتونه. سیفده ما باید تا یک جایی برم. تو هم اینجا منتظر می باشینی؟ کجا میری؟ پیش علی جان؟ نه پیشتر از او یک کار دیگه دارم که باید خلاصش کنم. سیز بالاخره با ایمانا که به حساب دادن آماده هستی علی هاروغلو. میفهمی خدا داد اگه میدید این قسم دستش گرفتی او وقت حتما زیاد خوش میشد. یک باری به هوش بیای هیچ وقت دستش اعلان نمیکنم. دکتر گفتی تغییرات طبیعی است اما من باور نمیکنم. به نظر من خدا داد صدای مرا مشنوه و عکس العمل نشان میده اما تو نیست خدا داد. اینه دیدی؟ ندیدم اما تو که میگی پس سعیز. خدا داد به تو یک چیز اعتراف میکنم. اما روزی که تو رقص میکردی 4 طرف دخترها بود نه؟ تو از ما پرسان کردی که با ما بخیلی کردی. من گفتم که نه. با یادت است نه؟ دیدم اما با تو زیاد بخیلی کرده بودم خدا داد بسیار. اما از مهربانی، دست سادگی، از خوبی، از اینکه مرا معصومانه دوست داشتی خوشم آمده بود خدا داد. چشمای تواز که برد وعده میتم قلبت نمشکنانم. ازگی ازگی تو قلب مرا هیچ وقت نشکستندی. هیچ وقت نه. خدا داد ما را زیاد ترساندی. نه ترسی ازگی. من زیاد دوستت دارم. به جمع ما دوباره خوش آمدی خدا داد. دکتر صدا کنیم سیفده خواهر دکتر. درست است. تو بشی پیش خدا داد باش. من میرم دکتر صدا میکنم به علیام خبر میدم. سعیز خدا داد. ازگی بالاخره او آدم پست مرد. زیاد میترسیم که به کس دیگه ضرر نرسانه. نه ترس چشما بیمه. کلش خلاص شد رفت. پیلوت راستش من
من میخوایم برات یک گپ بگویم. چی؟ درباره علیحان پدر؟ دیگه پوت هم دیگه را دیدن نمیتونیم، اما تو راست؟ نه قسم یک چیز نیست. اگه او تو یک چیز نیست پس چی است؟ بگو نه دویگو مرا دیوانه نساز، کلمه خراب نکو. ما از تو یک چیز پوت کردیم. چی؟ از ما کدام چیز را پوت کردیم؟ چرا؟ میفهمم گفته بودیم که بین ما نباید چیز پوت باشه، اما ما به خاطر حفاظت از تو پوت کردم. حفاظت چی؟ دویگو برم بگو که چی را از ما پوت کردی به لحاظ خدا؟ اویگار. استاد علی جای اویگار از طریق سیفدانی از طریق مفهمید. وای بی شرفه، نه که پیش تو آمده بود، برای تو خود ضرر نرسانده نه؟ نه 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 نه، یک دقیقه آرام باش، صبر کن. تو یک گپ نیست. ودت نه چطور؟ گفتی ودت؟ ودت که تویگار دیدم که گپ میزدن. ودت بیادر ما ودت که تویگار گپ میزد، یعنی همه تو دیدی؟ پیلوت صبر کن لطفا، آرام باش، درست است؟ اگر رابطت با ودت از خاطر من خراب شوه خدا هیچ وقت نمیبخشم. نه تشویش نکن، فقط گپ میزنم. بیازو بیادرم است دیگه، چی کدام میتونم؟ ودت لوده تو چی پلان داری ها؟ اما باز خواهد دیدیم، من کتت میفهمم. بالاخره حقیقت پیدا کردم. بالاخره وقتش رسید که پدرم در قبرش راحت شوه. این آمدم.
قسمه که برات وعده داده بودم پیش رویت اسلام. دیگه این موضوع را نباید نیمه بانیم. جواب نته خب خیره. وقتی در مقابلم استاد شدی باز چه قسم فرار میکنی؟ به من حسابی کارت خواد دادی بدت، حسابی را خواد دادی. علی یک دفعه خود جواب بده. برات اتو یک خبر خوش دارم که هیچ پرسان نکن. خدا را شکر. یک دانه مرمی است مولا علی و امشبی مرمی نصیبی یکی ما خواهد شد. از اینجا یا تو یا مزندم ابراهیم فهمیدی؟ راه دیگه هم نیست. دشمنت دوست ساخته، از دوست منتظر وفا نباش. وقت دوست دشمن بسازی از جنگ کردن با او بترس. روانی پس آمده. روانی آقا کرد، دوست خوبم. این نامه را به تو به خاطر نوشتم میکنم که متوجه خانواده این باشی. دو بچیم و دخترم که هنوز به دنیا نامده پیش تو امانت است. از اونا خوب مراقبت کن. بس تو یک خواهش کوچک دارم. اگر پیش از اینکه تولد دختر ما ببینم از این دنیا چشم پود کنم، سر او نام مادر مرحوم ما زینب بان. در پناه خدا باشی دوست عزیزم. حال پیلوت نیست. ما این قسمه به تنهایی به جای میارم. گپا فهمیدی یا نه؟ میفهمی زیادتر. با تشویش چی هستم ها علی؟ چرا؟ یک آدمی به مثل تو همراه پدرم ارنیکو چه قسم یک حساب داشته میتونه ها؟ پدرم چرا کشتی علی؟ به خاطر چی؟ ودت به خاطر که پدر تو
بچه مرا کشته بود. دروغ است. دروغ نگو. گفتم که دروغ نگو. پدر من تنها قاتل طفلا نبود، بلکه سر طفلا دستم بالا نمیکرد. ملا از پیلوت پرسان کن، با پیلوت زنگ بزن، از پیلوت پرسان کن کدام وقت سری از او دست بالا کرده یا نه. نه پرسان نکن، به خاطر که قدر وقت برد نمیتم. تو را از بین میبرم، از بین میبرمت. ببین مدد، ده اصل هدف پدرت بچیم نبود، ما بودم. در وقتی که من در تشکیلات کار میکردم، به خاطر که در کارهای پدرت مداخله میکردم، خواست که مرا بکشه. در موتره که پیشم بود بم مانده بود، اما صد افسوس که در موتر من نی بچین بود. بچیم سلیمان. سلیمان؟ یعنی از پیلوت بیادر زادش. نامو بیادرم از سرش ماندم که سالا پشتش گشتم، یعنی بیادر کلان علی جان. بچیم سلیمان، پدرت او را از ما گرفت. دقیقاً قسمی که تو قسم انتقام خورده بودی، مام هم توی قسم خورده بودم و تانستم که انتقام مام بگیرم. و کسی که هیچ گناه نداشت، از یک طفل معصوم گفته بودم قاتل بچه من میکشم. هرچی میشه شبه قاتل پدرم هستی ملا. ما از قسم منصرف نمیشم. تو اشتباه میکنی ودت. کسی که اشتباه میکنه فقط تو هستی. روزی که پدرم کشتی اشتباه را تو کردی و حال جزایشان میبینی، تو را میکشم. فهمیدی؟ میکشمت استاد، از بین میبرمت. خب میگذاریم از این که اویگار چه قسم یک آدم پست است، اما تو کت دشمن بیادر ما چی کار داشتی بچه؟ فامیل ما زنده است. یعنی ما بیادر دارم. وام دو دانه بیادر. یعنی بی کس و کوی و تنها نیستم. قسمی که پدرم گفته بود، کسی نیستم که مادر پدرم معلوم نباشه. دیگه چقدر رو خود گفتی آقا کرد. حالا جای رفت آمدم ماسره کنین، شما پایین برید. حالا دیگه پدر چی شده؟ زینب، دخترم تو همیال با اتاقت برو، دروازه قلف کو، اوش کنی بیرون نبرای. حالا دیگه باز چی شده ها؟ هرچی که میگم همون کاره کو. حالا دخترم زود باش. حالا سعیز جان. بله، با مافیدین گفتی که باید آمادگی خود بگیرن ها؟ واقعا نمو است، امو آدم روانی که میگه نموز. مطمئن هستم که امو روانی است. با مافیدین بگو که چهار طرف خانه را دانه دانه بپرن و هی جای نمانه. حالا زود باش تا برو ببین. زود باش. بچه تو پایین برو.
салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Точик лайф. дӯстони азиз, филми ишқ ва нафратро аз ин пас бо забони форсӣ танҳо аз группаи одноклассникии Точик лайф ки ссилкаашро дар поёни видео мегузорем, даромада аз давоми тарҷума кардаи студияи нурангез қисмҳои навашро тамошо кунед. дӯстони азиз, барои дастгирии мо ба канал обуна шавед ва дар ҳамин видео лайк гузоред. бо мо буданро фаромӯш насозед. ба канали Точик лайф обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар бошед.